بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان و دوستان گرامی، موضوع امروزینه درباره بگم ادامه همون درس‌های پیش، ولی درس‌های پیش میگفت که الله عز و جل نمود از مردمانی هست که 9 نمود نامبر کرده بودیم که از که الله عز و جل به آنها نه نظر میکند و نه سخن میزند و نه آنها را پاک میسازد، ولی باز حدیث‌های هستند که نمودهای مردم بیان میکنند. همگی اون 9 تا نامبر کردیم، با غیر اون 9 تا قریب 16 17 نمود از مردم است که الله عز و جل به آنها نظر نمیکند، فقط روز قیامت نظر نمیکند. همون 9 تا را نامبر کردیم که الله نه به آنها نه نظر میکند و نه سخن میزند و نه چی آنها را پاک میسازد. ولی این حدیثایی که آزید ما نامبر میکنیم، این پیش در حدیثا می اومد که الله فقط به آنها نظر نمیکند. طایفه از مردمی هست که الله فقط به آنها روز قیامت نظری رضاگی، نظری لطف و مهربانی نمیکند. همون دامی همون ما چی با شما بیان می‌کنیم، فقط نظر نمیکند الله. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، از عبدالله ابن عمر روایت است که قال رسول صلی الله علیه و سلم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ثلاثه لا ينظر الله عز و جل الیهم یوم القیامه. سه نمودی از مردمان مسلمان که الله به آنها روز قیامت نظر نمیکند. یکی آنها کیست؟ یکی آنها عاق لوالدیش، اون کسی که عاق است. عاق معنای نافرمان روایی دارد. عاق معنای نافرمان روایی دارد. ای کسی که سخنی پدر و مادرش نافرمان روایی میکند، سخنی که در معصیت الله نباشد. اگر در معصیت الله باشد، اجباری ندارد که انسان سخنی پدر و مادر ادا نکند. برای که در پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه طاعت نیست برای یگان مخلوق کسی نباشد در معصیت، در نافرمان روی الله. ولی اگر پدر و مادر چه کار دیگری که به انسان بفرمایند، پس اون انسان همون کار ادا نکند، نافرمان روایی کند، بالای پدرش داد زند، پدر از اون ناراضی باشد، اون انسان عاق می شود. برای همین الله روز قیامت به انسانی که عاق و پدر و مادر است به اون نظر نمی کند. باز والمرأة المترجله، پیغمبر چی میگه؟ گفت عاق پدر و مادر که الله به اون نظر نمیکند. زنی که یعنی که خود را به مثل مرد میکند، لباسای مردی میپوشد، خود را مثل مرد مانندی میکند. همون هم چی میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که الله به او روز قیامت نظری نمیکند. و دیوس گفتیم کیست؟ دیوس اون انسانی که زن او، خواهر او، مادر او، خاله او، خلاصه همون محرماش هستند، او به آنها را میبیند که با مردی بیگانه آنها میبینه سر لوچ، آنها را دعوت نمیکند. همسرش یا که فرزنداش یا که دخترش، امینها را سر لوچ میبیند، با مردی بیگانه سلام میکنند، صحبت میکنند. وی میبیند و یگان رشک یا که غیرتی ندارد که همون چی را آنها را منع کند از این میگن دیوس، یعنی که غیرت ندارد به یگان از همون محارمش. اینم الله روز قیامت به این نظر نمیکند. با در همین حدیث با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ثلاثه لا يدخلون الجنه، و سه نفری که آنها بهشت نمیدارند. اینم چی است؟ همون عاق پدر و مادر و مدمن الخمر، انسانی که عرق می نوشد، و انسانی که والمنان بما اعطى، و منان کسی که منت میکند به آن چه که داده است. خلاصه در ادامه حدیث باز حدیث دیگر است که باز نامبر میکند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میگه، خلاصه این حدیث در بالا حدیث امام نسائی بود. خلاصه باز از سالم از پدرش رضی الله عنهما مرفوعا میفرماد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که ثلاثه لا ينظر الله الیهم یوم القیامه. باز همین پیغمبر چی میگه صلی الله علیه و آله؟ باز حدیث دیگر است که در حاکم است و در امام بزار میگوید که سه کسی که با الله به آنها نظر فقط نمیکنه روز قیامت. با گفتیم چی است؟ از همون جمله عاق پدر و مادر و مدمن الخمر، و کی انسانی که چی است؟ فقط عرق می نوشد، می می نوشد. انسانی که میکده به میکده میگردد و عرق می نوشد و می می نوشد و فقط فکرش در می است و همه وقت چی است؟ مدهوش است و چی همینا میگن چی روز قیامت الله به این نظر نمیکنه روز قیامت. و در روایت گفتیم که بهشت هم نمیدراید، بعدی که عذاب میبیند بعد میدراید اگر نمازگزار باشد. والمنان اعطاه، و انسانی که منت میکند به او هم الله روز قیامت نظر نمیکند. انسانی که منت میکند، یک سمید برای الله، بعد او منت میکند. باز از ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا ينظر الله الى من جر ثوبه خیلا. باز حدیث دیگر است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری میفرماید که الله عز از عمر ابن عمر است، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که نظر نمیکند الله به کی؟ به کسی که شیمشه، بروکشه،
ایزارش لباسش از بجولکش پایان میکند و بجولکش پایان میکند برای چی؟ برای فخر کردن و یا که انسانی بای است و فخر میکند به همون چی از بجولک پایان میکند برای فخر کردنش. اینم الله روز قیامت به این نظر نمیکند. با حدیث دیگه از ابی هریره رضی الله عنه ان رسول صلی الله علیه و سلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الله نظر نمیکند الله عز و جل روز قیامت الى من جر ازاره بطرا، کسی که همون ازار خلچه یا که همون شیم یا که همون لباس خلچه پایان میکند از بجولک پایان، همچون برای کبر و همچون برای فخر کردن و همین هم اگر روز قیامت الله به این نظر نمیکند. حدیث صحیح هستند در بخاری مسلم هستند. باز حدیثی که انسانی که در نماز است و میان خود را در نماز در رکوع در سجده راست نمیکند، میان خود را در رکوع و سجده راست نمیکند، این به همه تعلق دارد، هم زن و هم مرد، برای که نماز برای زن و مرد یخیل است. و از طلق ابن علی الحنفی رضی الله عنه، از طلق ابن علی میفرماید که قال رسول صلی الله علیه و سلم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا ينظر الله عز وجل الى صلاه عبد، الله عز وجل نظر نمیکند به نمازی بنده لا يقيم فيها صلبه بین رکوعها و سجودها. الله عز و جل به همون نمازی بنده نظر نمیکند، یعنی قبول نمیکند نمازی بنده را، نظر نمیکند به نمازی بنده که میان خود را در وقت رکوع و سجده راست نمیکند، خم نمیکند. بعضی انسان است که رکوع میکند، رکوعی که شلی که بگم که میانش راست باشد و رکوع نمیکند، به همین انسان زن یا مرد باشد الله عز و جل به نماز اینها نظری نمیکند. و گفتیم باز دیگرش که زنی که شکری شوهرش ادا نمیکند، خیلی که این حدیث گفتیم در امام احمد است و حدیث صحیح است، حدیث بالا گفتیم زنی که ادا یعنی که شکر نمیکند شوهرش برای شوهرش شکر نمیکند. و از عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما، از عبدالله ابن عمرو بن العاص رضی الله راضی باشد از آنها الله پدر و از خودش، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا ينظر الله الى امرأة لا تشكر لزوجها، الله عز و جل نظر نمیکند به کی؟ به زنی که شکر نمیکند برای شوهرش، یعنی که همون شوهر وقتی که برای او یگان خدمت کرد یگان ادای کرد شکری همون شوهرش نمیگذارد، شکر نمیکند. وقت چی همون معروفه که شوهرش میکند عملی نیکی به او میکند او شکر نمیگذارد، شکر همون عملی نیکی نمیگذارد. و هی لا تستغنی عنه، یعنی که وای همون زنک با احتیاج دارد به همون چی، به همون نیکی و چی شوهری همون شوهرش احتیاج دارد و یعنی که نیاز همون را دارد و ولی باز هم چی به شوهرش شکر نمیکند. الله با هم خیلی زن نظر نمیکند. باز الله نظر نمیکند به کی؟ به مردی که با همراهی مرد چی میکند، یعنی که همون لوتی میگن لواط میکند و مردی که یعنی که در پس زنش هم خوابگی میکند. از ابن عباس رضی الله عنهما قال رسول صلی الله علیه و سلم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة فی دبرها، الله نظر نمیکند به مردی که در با همراهی مرد دیگر لواط میکند یا که چی زنش از پسش میآید. باز حدیث دیگر هم است، با همه حدیث از ابو هریره است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه الله نظر نمیکند به چی؟ به مردی که زنش از پسش چی میکند، یعنی که هم بستری میکند خواب میرود. باز مردی که الله برای او یعنی که چیز داده است، بار داده است، مال داده است و همون مال نمی فروشد مگر فقط به قسم قطعی، یعنی نمی فروشد مگر به قسم و نمی خرد مگر به قسم، یعنی همه کارش فقط قسم خوری است. شکل در حدیث از سلمان رضی الله عنه میفرماید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میگه ثلاثه لا ينظر الله الیهم یوم القیامت ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم، سه کسی که الله و آنها نظر نمیکند روز قیامت و پاکشون میسازد. یکی از آنها که و رجل جعل الله له بضاعه، الله مردی که الله برای او مال داده است، فلا یبیع الا بیمینه، نمی فروشد هم بارش مگر به قسم خوردن فقط، یا که نمی اشتری الا بیمینه، نمی خرد مگر چین مگر به قسم خوردن فقط قسم میخورد. حدیث هم صحیح است، حدیث امام طبرانی روایت کرده صحیح است. خلاصه باز انسانی که همین قسم خوردن همچون رنگ مال کرده باشد به هر یک حق باطل قسم میخورد. حدیث از عصمه رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سه نفری که میگه الله با آنها نظر نمیکند، میگه مردی که و رجل، خیلی میگه سه کس، یکمش شیخ زانی مرد کلانسالی که نمیکند، و رجل اتخذ الايمان بضاعه، مردی که همون قسم خوری را همچون مال کرده است، قسم خوری را همچون مال، یحلف فی کل حق و باطل، و در یک حق و باطل قسم، همچون یک مال استفاده برای قسم خوری دیگه همین چیزی فقط قسم میخورد، حق باطل قسم میخورد. همین هم الله عز و جل روز قیامت به این نظر نمیکند. گفتیم باز یک تا دیگهش نمود از مردم
مسلمان که کسی که یا که مرد یا که زنی که فرق ندارد کسی نباشد، کدام بنده ای که با قسم خوردن مال یک کس میگیرد، ظلم همچون ظلم و ستم میگیرد و که این مال همین مال از این انسان نیست. چقدر که از ابو موسی رضی الله عنه فرمودن، میگه اختصم رجلان الی النبی صلی الله علیه و سلم، دو مرد میگه پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن و چی داشتن؟ مخاصمه و مجادله داشتن، خاصه کشمکشی داشتن در یک مسئله چی بود؟ میگه صلی الله علیه و سلم فی ارض احدهما من حضرموت، در باره یک زمینی که در حضرموت بود، یک جا بفهم در یمن است. قال فجعل يمين احدهما فضج الاخر قال اذا يذهب بارضي فقال ان هو تطعها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله اليه يوم القيامه ولا يزكيه وله عذاب اليم قال وورع الاخر فردها. خلاصه حدیث امام احمد و ابو یعلا روایت کرده است و چی تخریج کرده است و کی ابو موسی روایت کرده است. خلاصه مرد چی میکنن؟ کشمکشی میکنن پیش پیغمبر از یمن. یکی آنها در مسئله یک زمین بوده است، یکی از آنها قسم میخورد که همین زمین از من است، دیگرش میگوید که دیگر امایی که صاحب زمین است، اینه که صاحب زمین نیست، قسم میخورد که همین زمین از من است. اون صاحب زمین میگه که پس این زمین من از دست من میرود، وای قسم که خورد دست من زمین میرود. فقال پیغمبر چی گفت؟ اگر وای به همون قسم خوردگیش همچون باطل و همچون ظلم و ستم کرده باشد، یعنی قسم دروغ خورده باشد که همین زمین از او است، پس جزاش چی است؟ جزاش این است که سزاش این است که الله روز قیامت به او نظر نمیکند و نه او را پاک میسازد و برای او عذاب دردناکی است. وقتی پیغمبر همین سخنه که میزند، اون مرد چی میگه؟ قال و انسانی که همون قسم خورده بود که زمین از من است، قسم باطل و دروغ، پس از الله میترسد و همون زمین به همون صاحبش برمیگرداند. برای کسی که همین عمل انجام داد، قسم خورد و زمین یک کسی گره یا چیز یک کسی گره همچون ظلم و ستم بگیرد، پس روز قیامت چی؟ همین جزاش است. حدیث دیگر، نمود دیگر از مردم، زنی کلانسالی که زنا میکنند. از ابی هریره رضی الله عنه قال رسول صلی الله علیه و سلم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا ينظر الله یوم القیامه، الله نظر نمیکند روز قیامت الی شیخ الزانی، مردی کلانسالی که زنا میکند، ولا الی العجوز الزانیه، و نه و زنی که کلانسال است، پیرزن است و زنا میکند. خود مثلا ما گفتیم که انسانی که کلانسال میشود، یعنی که نه مثل جوان است که شهوت داشته باشد و رغبت مرد و مرد زن داشته باشد، و انسان کلانسال چیز دیگه نداره. برای همین در همین چی الله روز قیامت به همین نمودی از مردمان نظر نمیکند. گفتیم همگی از اول تا آخر 26 نمودی از مردم الله روز قیامت، اون 9 تا پیش گفتیم نه نظر میند، نه سخن میزند، نه پاک میسازد. این دوامش گفتیم، باقی موندهش گفتیم چی؟ فقط روز قیامت نظر به اینها نمیند، نظری چی؟ رضاگی و نظری رحمت و مهربانی نمیکند. و الله به کسی که نظر نکرد، پس روز قیامت او کامیاب نمیشود و رستگار نمی شود و در دوزخ می سوزد. برای همین انسان باید از همین عملهای ناشایسته و چی پرهیز کند. این همچون یادآوری برای شما و برای ما، و از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.